بجیرم نماد که رای میکردم دم سر رمضان رای میکردم که میرفت همین گوشیر برار رای کرد داگ میستون که وقت هر میبرد هم سر خسور برار خو میبرد که چه کنم خدای عزیز بچه‌ها بابا گفتیم بیام کار داره بکه کار داره چی مایم بابا از صبح که میبینی به همین سهرها جگر بکنده شد بابا من شال شهید شدم آدم صبح که من بیامدم تا حال من باز میکنم میبرم که ببرم من میکنم پیله سام دی خورد من نشون میدی نی به پیش میبینی که من یک نفر آدم و که من چند کار بکنم بابا از صبح ما به تا وقتی به پیش گسپندرم دیگه من چه کار کنم تو من دل مامای دیگه چکو بابا یک کار بکنه برو دم سر رمضان بچه ما شاگرد برو بگو همون گوشی که برار ما به دست تو داده بده که ببر به دست پیار ما بده برو همون گوشی بود بیا که ری کنم بزن برار تو حالا ما کاری کرده ما کلالا ری کرده بگو گوشی که گوشتون دی بابا زودی ببری به سرا بدی دست مادر خو تا اگر باشه به دست مادر یا خود یا تو هم خود مادر تو ری کنم بری بس توی زن برار خو بگم گوشی رانه که برار ما ری کرده میله بابا نمیشه شما بریم من شهر شهید و مونده ایم دیگه بابا همون گوشی بریم رمضان خود شما بتونین دیگه همین تاجران هم بیامده بریم و دیدنه بکنیم همین که گوشی کلالا مره که دنبورم بستونیم بریم بابا خود شما من نمیتونم برم بابا میبینی که من 100 کار دارم آنه ما برم برای آدمی گوشی بم گپ بزنم ما برم همین با می کلی بالا آخه تو همین یک بغل بر کی میکنه به می کوکاپل آخه تو سه ما صبح حال من یک سری برگ میکنم تو سه چهار خرانه سه ما پر کردم اما بابا تو خوشکه جمع کردیم بابا تو تام بابا گپ میزنی بابا بگم گوشی کلالا مهدیران به نزبات خوره که دامور بدیم بگو پیار ما گفتم گوشی که برار برای که دامور بدیم نگو به نزبات خوره که که بعده کار کو بابا دیگه تو از برار خو میبینی سعی کو کمو چند سال به ایران کار میکنه اما هم نمیواد جون خور که بگم ما مونده شدم کار کو که تو هم به خیر خوشی بمی امسال نه سال دیگه خواهد می تو رای میکنه بری بم پیش کار کنی مجبوریم از بعد کار کنیم کم پیشکش از خلاص عروسی باشه خیر باشه با ولی ما هر رقمی باشه تیر میشه به زمینو همینجا گفت لخ لخ خور میکنه چیکار کنم آی نماز شام غریبی رو به من کرد آی جان محبوب دلم جولان زد و یاد وطن کرد های تمام ملکای دنیا رو بگردیم ای تمام ملکای دنیا رو بگردیم نما شما ایشه رنو نمیشه واکنیم سلام علیکم. سلام علیکم. دلجم گل اشتنی سیاره خیریات جاتی راه خیریات. شکر در استی شما ماست پارشه به دو جلفی دردی که. تمیز چی بگم؟ چشمای شما ریشن. چشمای ما دوستا ریشن. زنده باشین. چی گپای اشته باز بیاید از ما خبر گرفته کجی؟ ما اولاد غریب مدام از قوم و خویش و حق و همسایه خبر میگیری شما خبرمان نمیگیری. یعنی کجیرخان همیته که ما طور میشناسم خوب. ایتا تا کار تو بام نشه تو با سالها و ماها ایتا از دم همی کوچی ما تیر شی خوب به دن سرا ما که بیایی چی به طرف دن سرا ما نگاه نمیگیری این دیگه با ما به چی داریم خیلی باشه رمضان دو سرایه حکامه جخ کنیم رمضانه میمون داره نداره جخ کنیم که همون گوشیه برار من به دست رمضان برای نمزاد خوره که رمور بستونیم بریم به دست نیم سال 3 سال میشه حکام به ایرانه بعد از وقتا بیامده آل میمونه 5 تا میایه 10 تا میره 20 تا بیا دیگه چکار الان رمضان در سراخ خوشته چکاره کجی؟ یک آماد یک کیبورد یک تک تک یالی میفتادم دست من میشکم خود تو برازاده سلام علیکم اشتاتی خوبه سفرها بخیر واجبات بخیر بیا بخیر خیریت بیامدی با شکر زنده باشین سلامت باشین خوش آمدین بسیار خوش آمدین بیا بسرا بیا میمون هم داره بیا
نه دیگه مزاحم شما نمیشم، بیام شما یک دیدانی هم بکنم. آخه به تک چه دیدن کنی؟ دیگه شما می قبول کنید. داره رمضان همون گوشی که برار به دست شما دادن که بیاریم برای ما بدیم، انمو بی زحمت خیلی بینیم دست شما داد نکنه که از ملک ایران بدیش که بیاورده همون بدیم. حجیر جان چیزی برارم و تو بگم. بدیم بفرمایید. چی بگم آدم برار؟ گوشی رو لا و تر را بستندم. در مرد گوشی بگشتم، گوشی بی کارتونه بود، گوشی دوزی بود و برار تا من جمعه بگفتم. گفتم این گل اگر یک دم این گوشی بی اسناد میدی به دستم من میبرم منطقه به سر مرد اگر گوشی بگشتندم من مقصر نیم. گفتن خوب اگر پینه گوشی رو بیاورد و منطقه به سر مرد بگشتندم. گوشی اصلا به من جنجال ما سیاسه که چرا گوشی بی کارتون تو به چی دلیل میاری؟ شوخی میگی میفهم لالا رمضان خیلی حال بسه خودی من شوخی نکنی بی زحمت من گوشی بد. من خودت شوخی میکنم، من شوخی دارم خودتو کردن همه بند باشه گوشی به سر مرد بستندم. اصلا ایرانی ها بستن به من ماست داستان تیار شد. میگه گوشی بی کارتون تو از کجا روزی بزدم به سیستم که دوزیه. خود تا چک کرد و کی چند وقت پیش پیده و چکار و فلان به صد جنجال معرکه خود خطا دادم از گوشی. بابا برات من جیب گفتم برات گوشیات میگردونم اگه چون تو گوشت فرستون برده خب میبرم اگه نتونستم خب هیچ چیز. یعنی لالا رمضان گوشی که برار ما به دست شما داده نوردی ما به سرما فیلم بازی کنیم، سرما رده بخیلی چرا کنیم گوشی ببریم بفریشیم حتی برای ما بگین قراری کده گوشی بستونده این گپا مفت نداریم خیلی بینیم این گوشی هر رقم میشه بریم بیاریم. شکر فضل خدا راست میگم میگین گوشی بستوندم خلق با خدا گوشی آور نستوندم اون روز بچه بابا بیامد 100 تا گوشی بخونی خواه آورد نستوندم ایشتا شدی از گوشی که برار من ری کرد که ببریم بدیم به نمزادی و او را دست شما استوندم. نه همین من نمیگم شما بگیم همین به عقل جور بیایی. چرا همین گل همین گوشی رو به دست بچه ماما تو ری نکرد؟ او یک ماه پیش آمده بود حال گوشی رو خریده بود ری کرد دست شما. من به برار تو بگفتم گفت بیله بیله نزد به تا خونه ما بلوک میمونه ما خبرستون که ما به میمونه شما چی؟ یک نکش که چی؟ یک نمیکشون شما میگید گوشی بستوندم شد داره. برو برار ما برو برار خدانده بگو رمضان گفتی گوشی را سر مرد از دور فلان. من اونجا به جنجال خدا افتاده بودم و دست شما هنو میای تو منت و گفت مفت بیله هم میزنی برو به دست کار برو. دارا رمضان گوشی میدیم کمی گاه یا شلره برای ندارم دارین گوشی بیاری. خدا تو به تعم جوی میزنم که یک دانه من مثل که بچه نادونی هم بچه هم بیزی کنم. نه گوشی ببردیم بفروختیم بدادیم به برارا خوب و من میگیم نمیرو کاکا گوشی مار بدیم خاله بودن رمضان گوشی مار بیاریم دوستا میمون داریم برو برات کار خوب برو دوستا برو برات رمضان به شما بگم گوشی بریم بیاری برو با برار خوب بگو زنگ ده با برار خوب اصلا من با برار تیم زنگ میزنم میگم برو بدین گوشی جوری من نمیرم گوشی به دست من شما منو کاکا برو برات کار خوب طرفی شب اینجا منو تو سر پیازی تو کی هستی برو برات کار کاکا من سر پیازم ها برین گوشی بیاری رمضان برین خاله میمون داریم به سلام وقت میفهمی برو برات کار خوب برو میذارم تو را که میمون داریم به خدای میمونا به تر سرا نبیدی درس به تو بده دیپوم تا زمان زنده بگی بیاد تو را مو زهر رو بیاوردم ایاد تو برا بابا برفتیم درس را رمضان خوب رمضان گفته به من خبر غلق کرده الله جو شل شدم بابا صبح باور کن بابا رمضان خبر غلق کرده چه خبر غلق کرده؟ گوشی میگه در از ما بستوندم همین شد داره کار کردم؟ گوشی میگه بیاردم برار تو بده به دستم که بیار به تر از ما بستوندم سرمد همین شد داره بابا همین گبرا داره خدا میدونه گوشی بورده به کجا بفرختاله میگه از ما بستوندم ایشتا گوشی را از ما بستوندم تمام خلق بر خدا از این جگاه میای خودی خواهد چیزی میاره نمیستونم گوشی از دست که ری کردم از این بستوندم این دروغ میگه اصلا گرس از این کف از این باور نمیکنه من میگفتم بابا و رمضان گفتم بچه جان سیکو نمیتونی سرما شیره بمیری او همین یک با پیش بچه کوکام بیامد 100 تا گوشی خود خواهدی را نورد گفتم ایشتا از اون نستونم تو که یک گوشی خود بیاری از تو میستونم چرا گپ و مفت میزنی رمضان
بیاین بریم میخوام پیاله بگیریم بگیم گوشی تو نمیتونه بچه تو نمیتونه سرما شیره به ماله بیا گوشی بدی بخریم بابا که خودش مبارک بخریم بخریم بریم خواه پیاله بگیم بخریم خمی بچه ما رو دیمونه جون بکا آدمی به دست آدم خوب رای میکنی نمیتی که آدم دوزده که مال آدم همه خوب بگی یک تو پس خانه بگی یک ببرا که ما برو بیا بیا دیگه بابا خاله چرا پالو نکردیم سوال ما چی میفهمی تو بگم تو ببرو به سر سال کنه بیا حالی ما برم چی بگم بازی بخو بازی بچه مکامی تا گفته به من کنم چون نمیته میگه خب نمیشه که تو حق ما رو بخوری همون کره کردم گوشی رو به دست تو حالا ممکن شده که ما بستوندم اگه بستوندم مگر بده اثر هم گوشی بخری حالا ما چی بگم خوش کرد خود بگو خواست عروس منه ما براش میشه بگم مثلا اگه گوشی بیاد واسه من بستون میگه با خسرو مقایم کرد خوش ما برو دام سرا دینا نمیشه روم سارا منی خسته بچینم گل دست دسته. کجا میری گیلا؟ اشتن ماما خوبی کیاری؟ جانجوره با فرغونی داری؟ ما هم برم سارا علفای بده رویدیم ما این بیارم. خب میگم یک چیزی از تو بپرسم همه گوشی نواسیم رای کرد از ایران به نامزاد خو همه گوشی دیگه برات خود تفت بخورد دیگه ماما جان اولی که درست گپ زدن خود بفهمی دیوم ازی پیش نایم پیش ماما باجه شما کنیم هستم دیوم ازی ماما درست گپ زدن خود بفهمیم سیوم ازی دستا خود بشوریم گپ زنیم برار ما قطپت این البته لقمه نانی بده یا کشیری قرمه بده گپ زدن خو میفهمی تو؟ نه شما میفهمی برات دادم 4 تا گوشی بیا و رضو نستوندم همه یک گوشی رضو استوندم ماما جان ما ایتنیه که خدای نکرده خاک به زبان شما 7 کسیا دور باشه ما دوست باشیم حتما بستونم حتما یک گپی بده هم برات هم از سرتونه تو میفهمی چی میگی به طرف هرچی بدن تو میای میگی خدا نکنه ماما هیچ کس گوشید از هیچ کس نستوندم از اون برات تو رستوندم خب برار من خونم به سرایه یا به صحرای یا به باغچه یا به این بره یا به اون بره برای میخانه بگیریم و سر خو بالا کنیم بزنیم مثل می جو او بم تاجو او که مثل مرغی بری بگه پلا گوشی خود بستن سیکو که به تو چی میگم بگیم میشنوی نه اگه تا نمازدگر گوشی نوردی من میفهمم تو و براتو ای خیلی بینیم اگه تا نمازدگر فکر کنیم حال نمازدگر شده گوشی هم ناوردیم شما و ما و برار چی میفهمیم چی میفهمی؟ یک نشی به شما نسوندم که از این کارا دست بردار چوب کنین شما نشگیم اما خود شما نشگیم اما خوبه دیگه بیکو هرچی که به تو میگم تو از این گوش میگم از این گوش به در میکنی نمیفهمی که من به تو چی میگم تا چون وقت داری اگر گوشی خود تو به دست نستوندی نوردی به دست من ندادی وقت میدونم ای خیر بینی این گوت و هم میدون خب حالی که من توی چی نمیگم تو تا نمازون گوشی نیار بشینین تا فرغون که شما رو ببرم با کجا ببری؟ کجا میره؟ با اختیار خدا رو مرجا میرم برو دیگه برو قطع بالا ما به دل شما برو دیگه بشینیم ما شما رو میبرن دهی خود بدیم برو سیکو تو قطع سیکو خواره سیکو به جواب من چی میگه پردن ببند با شما اگه پیار من نمیبودیم روز اول طلاق خور امادر شما مستندم امادر خور شما مستندم برو دیگه اعصاب من طلاق شما امادر خو مستندم اعصاب من خراب نکن برو دیگه هیچی اخلاق نداره ما حیف مو بچه‌شو که زندگی میشه برو اعصاب من خراب نکن